تو بارش بزنم آره میگه همشو میخوریم آدم بیاد دست من آب بریز خوبه چقدر آب میارم دست من دست من یا من بس راست با دقیقه با چی آب من بیاریم این شطور قشنگی خب با آفرین الله خوب شد من شطور ازت میخرم شطور ناجی الان بسکویت خوردیم اشکال نمیگی شانس من لای انگشتام جورا بشه خیلی سریع شد نتونستم برف بیدار شدم خب بشه جورا نباشی من میگه خیلی سریع شد من یه از بس خود بابا همه مامان همه یعنی نکنم نداشت بس اون قبلیه مردی داشت پیدا کردم درد گلوم نکن چه بارم نه آقای گلوگاه فهمیدم گفت نه مهم تو شروعاته شواری نه 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 سطل آشغال بیا این شطور یکم امتیاز مگسه بی ادب حتی چیز هستی باشه باشه با بازی میکنم بیا از اینجای منطقه مثل آدم آفرین آدم خوب بزن بیاد ببین دیروز اسفک زد از اینجا هم رد شد 1 ثانیه زودتر میمدم خدا حافظ دیدی اصل پاش پیش خورد؟ اصلا کار از چیزا کوچیک چیزا بابا نه از این چیزا چیا؟ سویه سگاه دیگه تاته باشی سکن یک یک بری تنها دمانیسی دوتایی نه کی زد؟ سکنه چی میگیری دایی برو ای تو سکنه ای؟ نه بچه ببخشی ریز کنم آشیب نگاه نمیکنن نگاه نمیکنن پیازه رو به خود کن اینقدر از این فرفر خوبه
اینا رو دیگه متاسفم. این مثلا چپه شده. آره نگاه. نمک کنه همه قطعه سر باش از جمعه خواهد شما تو کردی توی آتیا هیچی بیا نبو چی بگی نبو علی بیا ببر سوگم بسید با قول جوب درست کردیم ما آب ریختیم گوجهش کردن دستمال بده دستمال بیا یه نگاه هم بکنیم جوش اومده خبری بردارم اون خیلی خورد افتاد زیر زمینی جه پای دوسته ناموسن بزن همون رو بزنم کتری ها باشه من کتری بزنم بده نصف فقط چایی تو خونه موثره آی بسیار من ندیدی میگم چرا اینقدر کنده چون داداشمون چپه گرفته برو به اینو نگاه 60 نفر نریزم ده دوربین دوربین جوری که بری کنم بخوریم پوره شده اونجا داغه ما از سلای نمونه حتما سیب زمینی آتیشی درست کنیم چی؟ ما برعکس کارمون احساس میکنم سیب زمینی سیب زمینی رو میشوریم بعدش میذاریم تو آتیش وقتی داغه آتیش میذاریم بعد از 1 ساعت یا 2 ساعت اینو به سیب زمینی برمیدم نتیجهش میشه این مگه سر عبدالله انگوشه پا بهتره ها حتما با پاک پلس نه دیگه من اصلا خرد حالا شما هم بخوریم سیب زمینی آتیشی وقتی درست کردی با چاقو نصفش میکنی ایو که باید بفهمین چجوری درست شده باید پوستش مثل زغال بشه بعد اون موقع برش دارین داغ به داغ بخورین سیب زمینی آتیشی همه برمید بچه‌ها یه چیز بگیم بگو که بعد کل وسایل رو باید پیاده بریم بالا آره وای یکی کم بزن
قضیه داری داد قضیه بچه من کی ساخته اوستای بند بچه یه جور داریم غذا اصلا هندی میکنن هندی همینجوری میخورن نگو دستش فقط بچه بودم به اینجا رو برمیشم به کوچیکش کن نه چه بهتر غذا برای ما بیشتر چه نیمه تو بیگره زدم بله اش ریخ ریخ مثل کله پاچه اگه سطح بریز ها سطح بهتر نیست مرد بیشتر آب اینا همه اینجا سوراخه چی دارم چه روز بهترم من بابا خیلی خوبه برای بی‌نظیره بی‌نظیر من میگم خیلی نخور مثلا خوب بود آنتن نمیاد عالی نشه بی‌نظیره سینه‌ای روشن شد چیزی اینجوری کنم من بدم میاد ای چه صدا خوب بعد قمش رو میزنم میگاشم ادا اسکوید گیم گفتی حالا بیانه چپه میشه اینا خالی یه جور به ما درسته بودم گربه سفته زد نه گربه خیلی گله دوباره داره گوره آمادگی سالات هم بخوریم دیگه سلام گیزیدن این رو چیزی رو دوست جلوتر که اینا داره مثلا که بیشتر مثلا